بهترین نصیحتی که تا حالا شنیدی یا دریافت کردی چی بوده؟ به خودت باور داشته باش. چرا معمولی باشی وقتی میتونی بهترین باشی؟ اگه بتونی اینو اینجا ببینی و شجاعت گفتنشو داشته باشی اتفاق میفته. هیچ وقت نگو نمیتونم انجامش بدم. بگو هنوز انجامش ندادم. هنوز انجامش ندادم. انضباط یعنی انجام دادن چیزی که ازش متنفری اما طوری انجامش بدی که انگار عاشقش. جادویی که دنبالش هستی تو کاریه که ازش فرار میکنی. یه روزی یا روز اول دیدن خیلی ها میخندیدم به چقدر آدم بیرم دیدم به میگفتی کجا ولی نشنیدم کی دست گنده تر از تو هم که تشنیدم تی وقتی همه میگیرن تقریبا نه خوب باشی وظیفت با این تقدیرمه حاجی نداشتم حتی تو تقریبم خوب باشی به یه فوت که موفق میدنه Sarı rengi baharda yeşiller Sevda büyüsü gibisin sen.